جایگاه اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 جامعه اهل سنت ایران که پس از سیطره استبداد صفوی از ظلم و ستم بیشمار حکومت‌های زمان در این کشور رنج برده بودند، با امید روزهای بهتر در پناه یک حکومت دینی و داعیه‌دار اسلام متحد با این انقلاب همراه شدند. رهبران اهل سنت ایران از نقاط مختلف 10 روز قبل از پیروزی انقلاب و در بدو ورود امام خمینی به کشور پیام تبریکی را برای ایشان ارسال کرده و از انقلاب اسلامی ایران اعلام حمایت کردند. شادروان مولانا عبدالعزیز و شهید احمد مفتیزاده رحمهم الله تلاش بسیار کردند تا جامعه اهل سنت را با انقلاب اسلامی همراه و همگام کنند تا مگر در سایه نظام اسلامی به حقوق مشروع و اساسی خود دست یابند. بر این اساس آنان در تدوین قانون اساسی کشور که آن را متکی بر آرای جمهور خوانده و مردم ایران به جمهوری و اسلامی بودن آن رأی آری داده بودند مشارکت جستند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد رسمی کردن مذهب شیعه به جای دین اسلام و تأکید بر عدم تغییر این اصل بود. اعتراضات گسترده جامعه اهل سنت که به گواهی روزنامه اطلاعات سال 58 1/4 جمعیت ایران را در آن زمان تشکیل می‌دادند، مخالفت شدید مولانا عبدالعزیز و یارانشان و حتی وعده امام خمینی در پاسخ به این اعتراضات مبنی بر افزودن متممی به این اصل برای جلب رضایت سنی مذهبان ایران کارگر نیفتاد و جناح تندرو و افراطی مذهبی همچنان بر تصمیم خود پای فشرد و آن را به کرسی نشاند. با این همه جامعه اهل سنت به دلیل پرهیز از تنش و اختلاف در نهایت پذیرفتند که به امید اصلاح چنین اشتباهاتی در آینده و اجرای دیگر اصول قانون اساسی که بر حقوق مشروعشان تأکید ورزیده است در جهت سازندگی و حفظ امنیت کشور بکوشند. بند 9 اصل 3 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران این دولت را موظف کرده است تا نسبت به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکوشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است گسترش این تبعیضات ناروا و ایجاد و توزیع ناعادلانه امکانات در مناطق سنی در همه ابعاد است، تا آنجایی که 29 سال پس از پیروزی انقلاب استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان و دیگر مناطق سنی نشین کشور در آمارهای رسمی جزو فقیرترین و محرومترین استانهای ایران قرار دارند. نرخ رشد بیکاری در این استانها همچنان سیر صعودی دارد. به طور مثال در آمارهای سال 81 از کل جمعیت استان سیستان و بلوچستان 11.1% بیکار بودند. این آمار در سال 86 به 21.9% رسیده است. و البته این آمارهای رسمی با توجه به مشاغل کاذب و ارائه آمارها و گزارش‌های نادرست واقعی نیست و نرخ واقعی بیکاری در استان به مراتب بیش از این است. از نظر شاخصهای سواد و سلامت این استانها در گزارش‌های رسمی در پایین‌ترین رده‌ها معرفی شدند. تبعیض در استخدام‌ها و مدیریت‌ها در مناطق سنی نشین چنان فاحش و آشکار است که در کل کشور نمی‌توان حتی یک استاندار و یا مقام عالی رتبه سنی را یافت. بیشتر نیروهای سنی مذهب در گزینش‌های ادارات و استخدام‌ها و حتی در عرصه‌های انتخابی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی رد صلاحیت می‌شوند و حضور نیروهای اهل سنت در مراکز تصمیم‌گیری در حد 0 است. اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور میگوید هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. در بسیاری موارد آزادی فعالیت‌های مذهبی از اهل سنت سلب گردیده و جماعت‌های تبلیغی و مبلغان اعزامی اهل سنت که بر پایه مشترکات دینی و وحدت اسلامی به ارشاد مردم می‌پردازند در استان‌های مختلف مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. در حالی که به گزارش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سالانه بیش از 9000 مبلغ از سوی این حوزه به سراسر کشور و به ویژه مناطق سنی نشین اعزام شده و آزادانه فعالیت می کنند. همین دفتر آمار تعداد مبلغان مذهبی اعزامی شیعه را در کل کشور از سوی سازمانها و ارگانهای مشابه بیش از 50,000 نفر ذکر کرده است.
در برخی نقاط از جمله تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران که ام القرای جهان اسلام خوانده می شود از ساخت مساجد جلوگیری شده و حتی مدرسه پاکستانی ها که مردم اهل سنت تهران به علت نداشتن مسجد بیش از 30 سال نمازهای جمعه خود را در آنجا برگزار می کردند تعطیل شده و مردم تهران نماز جمعه خود را در خانه های خود و با هراس از برخوردهای حکومتی برگزار می کنند و اصل نوع قانون اساسی در جاهای مختلف نقض شده است. برخلاف تصریح اصل نوع قانون اساسی، بخشنامه‌ها و قوانین بسیاری برای سلب آزادی‌های مشروع مردم وضع گردیده و مورد اجرا قرار گرفته است. در اصل 12 قانون اساسی علیرغم تصریح بر رسمی بودن مذهب جعفری اثناعشری که در ابتدا به آن اشاره شد چنین می‌خوانیم: مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه، ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. پرسش اینجاست که آیا پخش و انتشار ده‌ها فیلم و صدها کتاب و مقاله و غیره در صدا و مطبوعات مورد حمایت و زیر نظر دولت علیه مقدسات اهل سنت، برگزاری میزگردهای اختلاف برانگیز علیه اهل سنت و حضور امثال تیجانی در این برنامه‌ها حتی در ماه مبارک رمضان احترام به اهل سنت است؟ آیا این حرکت ها و اقدامات در تریبون های رسمی و عمومی نظام همان چیزی نیست که مسئولان عالی نظام و رهبری از آن به عنوان خط تفرقه آمریکا و اسرائیل یاد می کنند؟ چگونه این خط تفرقه تا عمق رسانه ملی نفوذ کرده و هیچ برخوردی با آن صورت نمی گیرد؟ و چرا رسانه به اصطلاح ملی ضمن انتقاد از نفاق افکنی های دشمنان خود مجری ایده های اختلاف افکنانه آنان شده است؟ در کدام منطقه سنی نشین ایران رسمیت دادگاه ها در دست اهل سنت است و کدام مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذاهب اهل سنت در مناطق آنان تدوین شده است؟ اصل 15 قانون اساسی کشور تصریح می کند زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است. این در حالی است که نه تنها در هیچ یک از مدارس کشور ادبیات زبانهای محلی و قومی تدریس نمی شود، بلکه انتشار نشریات و کتاب‌ها به زبانهای محلی در حالی است که با محدودیت‌های خاصی روبرو هستند. تا آنجا که در مورد زبان بلوچی میتوان گفت کشورهای دیگر از جمله پاکستان و برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی تولیت احیا و حفظ این زبان اصیل ایرانی را در مدارس و دانشگاه‌های خود بر عهده گرفتند. اصل 19 قانون اساسی بر برابری قومی تاکید می‌کند و میگوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اینک چگونه است که در مناطق قومیت نشین ایران که عمدتاً سنی مذهب هستند اقوام اکثریت از کمترین حقوق و امتیاز برخوردارند؟ بسیاری از معلمان اعزامی و مناطق جنوبی بلوچستان غیر بلوچ هستند، در حالی که نیروی واجد شرایط بلوچ در این بخش به حد کافی وجود دارد. از بیش از 400 عضو هیئت علمی دانشگاه‌های استان کمتر از 20 نفر بلوچ هستند. در کل استان کمتر از 10 نفر مدیر کل و مسئول عالی رتبه بلوچ و سنی وجود دارد و با این همه کمترین صدای حق خواهی که از سوی این جامعه بلند به سمخواهی تعبیر شده و حق‌خواهان با انگ‌های وهابی و اشرار و غیره روبرو می‌شوند تا موقعیت اقلیتی که به ناحق و بر اساس معیارهای برتری طلبی قومی و مذهبی قدرت را در این مناطق به دست گرفتند خدشه‌دار نشود. اصل 23 قانون اساسی میگوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل 37 این قانون تصریح میکند اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. و اصل 41 میگوید تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. تک تک این اصول بر حقوق مسلم و اساسی ملت ایران و اقوام و مذاهب تاکید دارند.
و متاسفانه خلاف آن در بسیاری موارد اجرا می شود. بدون اثبات جرم افراد مجرم معرفی می شوند و شناسنامه بسیاری از ایرانیان بلوچ به بهانه‌های توقیف گشته است و غیره. اینها نمونه‌های اندک از نقض آشکار قانون اساسی در کشور است. اینک جامعه اهل سنت پس از 29 سال حضور فعال و یک طرفه در صحنه‌های مختلف نظام انتظار دارند که یک، موانع وحدت اسلامی و همبستگی ملی در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور برطرف گردد. دو، صدا و سیما رسما به خاطر پخش فیلم ها و برنامه های اهانت آمیز علیه اهل سنت از مردم ایران و جهان اسلام عذرخواهی کند. 3. اصول مترقی قانون اساسی که بر اساس حقوق مسلم و آزادی‌های اساسی مردم بنا نهاده شده است به طور کامل اجرا گردد. 4. با خاطیان از اجرای قانون اساسی که از هر دشمن خارجی بیشتر به نظام ضربه زده و میزنند به طور جدی برخورد شود و نتیجه این برخوردها به مردم اطلاع داده شود. 4. کلیه تبعیضات ناروا برطرف شده و کلیه امکانات به صورت عادلانه در مناطق سنی نشین توزیع گردد. 5. جامعه اهل سنت همواره پشتیبان مرزها و حیثیت این مرزبون بودند و در این شرایط حساس تاریخی که دشمنان ایران از هر سو منافع ما تهدید می‌کنند هرگز تن به خیانت ندادند. ما معتقدیم اهل سنت با خویشتن‌داری و صبر و شکیبایی و حضور فعال و صادقانه خود در صحنه‌های مختلف نظام پشتیبانان واقعی نظام هستند و دشمنان و ضد انقلاب واقعی کسانی هستند که با بی‌توجهی به قانون اساسی و حقوق مشروع این جامعه و با سوء استفاده از ابزارهای رسانه و قدرت در جهت ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و حذف بخش بزرگی از ملت ایران از حضور در صحنه‌های مدیریتی به نارضایتی و اختلاف دامن میزنند تا پایه‌های نظام اسلامی را سست کرده و در شرایطی که دشمنان از هجوم خارجی مأیوس شدند کشور را از داخل به نابودی بکشانند. بدیهی از تدابیر مسئولان عالی و قوه عاقله نظام میتواند از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کند. هیچ قدرتی بهتر از مردم و مرزداران این کشور نمیتوانند در برابر هجوم دشمنان کشور را پاسداری کنند. در پایان ضمن تبریک عید سعید فطر یاد شهدای اهل سنت ایران را که در مسیر حق خواهی و عدالت طلبی جان باختند گرامی می‌داریم. راهشان پاینده و روانشان شاد باد.